این سیاره زمین نیست. تراپیست یک نام دارد. این سیاره زمین نیست. تیکرادن بی نام دارد. این سیاره زمین نیست. کپلر 296 ای نام دارد. نخیر، هیچ کدام این سیاره های قابل سکونت زمین نیستند. نمیخوام تو ذوق شما بزنم، اما ما اونقدر که تصور میکنیم خاص نیستیم. تنها در کهکشان راه شیری صدها میلیون سیاره زمین مانند کشف شده است. این رقم در تمام جهان قابل مشاهده به حدود 600 کوینتیلیون میرسد. به تازگی تلسکوپ جیمز وب یک سیاره زمین مانند به نام K218b کشف کرده که نشانه‌های هیجان انگیز از حیات در این سیاره را دارد. این سیاره اولین دنیای قابل سکونت کشف شده است که چندین مولکول آب، متان و دی اکسید کربن در آن شناسایی شده و موقعیت ستاره‌ای خوبی دارد. این مهمترین کشف بشریت در مورد احتمال حیات فرازمینی ها تا به امروز است. آیا باز هم فکر می‌کنید ما تنها موجودات زنده گیتی هستیم؟